بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شما تشریف داشته باشید. ما مهمان دیگری هم داریم، شما روی خط باشید، انشالله دوباره برمیگردیم به شما. برادرمون استاد محمد صابر عبدالقهار از فعالان مدنی تاجیک. صدای من را دارید حضرت استاد؟ بله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. عزیز و مهربان محمد انصاری، اولا من میخواستم مینداری خود را و تمام مردم مظلوم تاجیک را به شما بیان کنم، چون که امروز فرصت شما میدید که ما سخنهای حق را بر ضد یک حکومت ظالم، بر ضد یک حکومت خودکامه که در طول 23 سال که خون این ملت را مسیده بر سر این ملت ظلم میکند. سلامت باشید. و بعدا امروز من میخواستم کمی صحبت کنم. استاد بزرگوار، استاد محمد صابر، برادرمون استاد ابوذر روی خط بودن از فعالان سیاسی تاجیکستان. ایشون میگن که همین سکوت ملت تاجیکستان طی مراحل در طی 3-4 سال گذشته، هر قانونی که این حکومت گذاشت مردم سکوت کردن، قانون گذاشت مردم سکوت کردن و حالا به اندازه رسیده که کلا مبارزه علنی علیه اسلام. آیا شما موافقید با این نظر برادرمون؟ بله بسیار برادر عزیز خوب خواهد کردن. امروز سبب خاموشی این ملت بود که این ملت تاجیک ملتی صلح جویان، صلح می جویدن و نمیخواستن که در مقابل حکومت یک سخن بگویند، چون که این حکومت بر سر این حکومت بر جنگ آمد و مردم را کشت، این حکومت را به دست آورد. وقتی که مردم همه چیز از دستش گرفتن، این خاموش ایستاد تا زمانی که اینها بر دین مبین اسلام دست زدن و امروز مردم مظلوم تاجیک دیدن که دیگر راه ندارن، امروز صدا بلند کردن. امروز مردم مظلوم تاجیک کاسه صبر اینها لبریز شد و امروز صدا بلند کردن و انشاءالله ما باوری داریم که این حکومت خودکامه رحمانو که با اولاد خودش و با این حشرات های ضرررسانه که در طول 24 سال شد خون مردم مظلوم تاجیک میمکن، ما انشاءالله که به بزرگی به یاردن الله و برادرایی که امروز سخن حق بر ضد این ظالم میگویند، انشاءالله که ما غلبه را به دست میاریم و این حکومت خودکامه را از بین میبریم. و بعدا من کمی میخواستم روشنی بیاندازم در قانونهایی که امروز از طرف خود پرزیدنت جمهوری تاجیکستان قانونها شکسته میشوند و قانون شکنی اصلا واقعی این خود رحمانوف است. یک قانونی که در جمهوری تاجیکستان و امضا رسیدگی بود از طرف پارلمان تاجیکستان طبق قانون جمهوری تاجیکستان مبارزه بر ضد فساد که در تاریخ 15 یونیو سال 2005 از جانب مجلس نمایندگان قبول شده است. به کار تعیین کردنی خویشاوندان نزدیکان به کار دولتی غیر قانونی بوده و در بعض جایها جنایت شماریده می شود. این قانون است که از جانب پارلمان تاجیکستان به امضا رسیده است و یکمین قانون شکستگی خود رحمانوف است. درست. اشرف گلو کنسول جمهوری تاجیکستان در روسیه، این دامادی پرزیدنت است. آزاده رحمانوف دختری پرزیدنت، معاون وزیر کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان، این دختر حسن سعدالله رئیس بانک امانت بانک جمهوری تاجیکستان، این خسر بچه است. رستم امام علی پسرش است، وزیر خدمات ضد فساد، پرزیدنت فدراسیون فوتبال و با عنوان جنرال مایور که در سن 25 سالگی به این داده شد. این قانون شکنی ها اولا از طرف خود رحمانوف می شوند و امروز قانون هایی که در جمهوری تاجیکستان پایمال کرده می شوند و حق مردم دزدیده می شود از طرف خود رحمانوف و این اولادی که حشرات های ضرررسان هستند که بر این ملت ضرر می رسانند. استاد محمد صابر، استاد بزرگوار، الان قانون وجود داره در تاجیکستان
که نباید خویشاوندان مسئولین دولتی رو در کارهای دولتی گماشت. یعنی یک وزیر حق نداره که خویشاوندان نزدیک خودش رو در اون وزارتخانه به عنوان کارمند انتخاب بکنه. ببینید قانون وجود داره اما برخلاف قانون عمل میکنند و هیچ کس نیست که اعتراض بکنه. و امروز وقتی که ما این برنامه ها رو گذاشتیم، بعضی از دولتمردان تاجیک و کمیته دین تاجیکستان آمدن به خاطر فریب دادن مردم در سایت های رسمی خودشون نوشتن که ما هرگز در تاجیکستان قانون نداریم که باید ریش مسلمان ها تراشیده بشه. ما در تاجیکستان قانون نیست و قانونی صادر نشده که باید حجاب را از سر دختران مسلمان برداریم و قانون نیست که باید زیر 18 سال به مسجد نروند. اینها میگن که در این مورد ما قانون نداریم، قانون نیست ولکن مانع حجاب میشوند، مانع رفتن به مسجد میشن. الان برادرمون ابوذر در روی خط هستن و صدای ما رو میشنون. برادر ابوذر، ریش شما رو تراشیدن و شاید 10 نفر 100 نفر مثل شما رو ریششون رو به زور تراشیدن. چرا جوانان تاجیک در مقابل این پلیس های خودسر که در حالت عدم وجود قانون میاین به زور، هر پلیس برای خودش یک قانون گذار شده، میاد ریش مسلمان ها رو میتراشه یا حجاب دخترای مسلمان رو از سرش برمیداره. من از شما میپرسم برادر گرامی استاد ابوذر که چرا جوانان تاجیک در مقابل این ظلم غیر قانونی اعتراض نمی کنن، مخالفت نمی کنن؟ البته استاد تشکر زیاد. علت این همه انمی ملاهای هستن که چگونه ما در پیشتر ذکر کردم، هر چیزی که رحمان و قانون میبراره یا اطاعت میکنن و جوانا را میگن که شما صبر بکنین، صبر بکنین، در مقابل دولت قیام نکنین میگن. الله المستعان. برادر گرامی، خب در کدام قانون گفته؟ پیامبر صلی الله، الان شما با خانومتون دارید در بازار میرید، یک پلیس بیاد بخواد که به زور حجاب همسر شما رو برداره، پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند که من قتل دون عرضه فهو شهید. اگر شما به خاطر دفاع از حجاب همسرتون کشته بشید، شما به مرتبه شهدا میرسید. اینا رو نمیگن به مردم؟ واقعا در یگان مسئله دفاع کردن در مساجدهای تاجیکستان سخن رانده نمی شود. الله المستعان. الله المستعان. کسی در مسئله دفاع کردن از دین به مردم آشکارا گپ زدن نمیتونه، چون که از اول گپ نزدن. از اول که گپ نزدن امروز نمیتونن که آشکار سخن بکنن در مسجدها. تشکر میکنم برادرمون استاد ابوذر، شما خودتون تماس گرفتید، الله متعال حفظتون کنه و استفاده کردیم از صحبت‌های شما. با شما خداحافظی میکنیم. سلامت باشید استاد. تشکر از شما، خدا نگهدارتون. استاد محمد صابر، فعال مدنی تاجیک، با شما هستیم در ادامه صحبت هاتون و اینکه هر روز یک قانون جدیدی بر علیه اسلام وضع شد در تاجیکستان اما کسی اعتراض نکرد. بفرمایید. بله، من میخواستم با شما یک قانون‌هایی که از جمهوری تاجیکستان در کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان هستند، چون که این حکومت امروزه در مسلمان بودن اینا من شبهه دارم، چون که اینا بر ضد الله، بر ضد قانون‌های الله هستند. امروز من میخواستم که با زبان هوایا، با همون دموکراتی که هوایا میگن دعوای دولت دموکراسی حقوق بنیاد دارن، من با لفظ هوایا گپ زنم که در کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان باب 1 ماده 5 آمده است که انسان حقوق و آزادی آن ارزش عالی می باشد، حیات، قدر، ناموس و دیگر قانون‌های فطری انسان دخل ناپذیر و حقوق آزادی انسان از طرف حکومت اعتراف و رعایت کرده می شود. امروز آزادی انسان وقتی که انسان خود انتخاب میکند یک لباس مسلمانی را، امروز انسان یک چیزی را انتخاب میکنه، ریش میمانه که این حقوق انسانی، اگر شما که مسلمان نیست حقوق انسانی است، امروز شما پای مالش میکنه، مگر ای شما مسلمان بودن شما، من باز تکرار میکنم که شبهه دارم، اگر شما حقیقتا اگر دموکراسی باشه، پس برای چی که از روی کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان امروز عمل نمیکنه؟ امروز ملت تاجیک ملت تاجداره که ایرا به تمام
شاعراش به تمام عالماش میشناختن، امروز از دست خود رحمانوف امروز این ملت به مهاجرت رفت و بیسوادی رفت. پس برای چی که امروز شما برای فکر ملت داد میزنه از منبرهای بلند که ما در فکر آبادی ملت هستیم؟ امروز 65% فایده که در حکومت میره همه سای مهاجرت هسته. پس برای چی امروز مهاجر تاجیک، مهاجر مسلمان که در روسیه کلش بریده می شود و از طرف حکومت تاجیکستان یگان صدا بلند کرده نمی شود؟ امروز شما دعوای دولت دموکراسی داره، شما میخواهید که در دولت ما آزادی باشه و شما در قانون جمهوری تاجیکستان آمدگی است که شهروند ماده 2 ماده 16 شهروند جمهوری تاجیکستان در بیرون کشور در تحت حمایه دولت می باشد. یا را من از روی قانون با شما میگم. پس برای چی امروز سری مسلمان سری شهروند تاجیکستان بریده می شود باز این حکومت خاموشی را انتخاب میکنند؟ پس شما دولت دموکراسی میگوید بیاید از روی دموکراسی کار ببرید. دموکراسی خودش میگه که آزاد باشه هر یک انسان. من از روی کنستیتوسیون اگر میزنم که هر یک انسان باید موافق کنستیتوسیون آزادانه زندگی کنه. پس برای چی که این مردم امروز شما از آزادی محروم میکنید؟ مگر این قانون شکنی ها از طرف شما نیست؟ یا که یک هفته پیش پدر و مادر مرا برای سخنهای آزاد من کمیته امنیت ملی با کمیته امنیت برده و او را تحت فشار گرفت. پس در کجا هست دموکراسی شما میگوید؟ قانون میگوید که هر یک انسان از 18 بالا خودش در هر یک گناه خودش باید جواب ده. پس شما مرا گناهکار میشماره یا که برادرایی که امروز برای آزادی، برای آبادی وطن، برای سری ملت از زمین برداشتن سخن میگویند کمیته امنیت ملی شما خطانه مینامه، نه که شما کمیته امنیت شخصی هستی. شما برای امنیت یک شخص کار میکنید، برای امنیت یک اولاد کار میکنید که این اولاد حشرات ضررسان هست که این ملت شما را، فرهنگ شما را، دین شما را با نابودی برده ایستاده است. باز میخواد از پشت ما دفاع میکنید. مگر ما ملت نیستیم؟ مگر ما تاجیک نیستیم؟ مگر ما تاجیکستانی نیستیم؟ امروز گناه مادرای ما در چیست؟ گناه آنها در همین است که در حدود تاجیکستان فرزند تولد کردند. در 17 سال ما را به خون دل کلان میکنند چون که ما در پیری دست پدر و مادر را بگیریم. و افسوس که امروز ملت مظلوم تاجیک در دیگر دولت ها کشته می شود و اون مادری که با چشم گریان نگاه میکنه که فرزندم از در بدرویه، فرزندی باید تابوت چه میدرارند. مگر این ناموس شما نیسته؟ مگر این مرگی ملت نیسته که شما امروز دفاع از طرف از پشتیبانی طرف رحمانوف میکنه و این ملت نابود میکنه؟ کارگرای امنیت اگر شما ایمان داشته باشید، من در ایمان داشتن یک خیلی شما من شبهه دارم که اگر شما ناموس ملی داشته باشید امروز دستی به دست میگیره و آزادی این ملت هم میطلبه، نه اینکه از پشت یک خائن، از پشت یک حشراتی که امروز مردم خونش میمکه از پشت وای شما پشتیبانی میکنه. تشکر میکنم استاد گرامی، استاد محمد صابر. اگر در پایان پیامی دارید برای ملت تاجیکستان سخن پایانیتون رو بفرمایید. انشالله تماس بعدی با استاد احسان آدینیوف است که انشالله تماسشون برقرار شد، دوستان به من اطلاع بدن. بفرمایید. تشکر. من امروز بر ملت مظلوم تاجیک و به تمام شهروندان جمهوری تاجیکستان مراجعت میکنم و با پیش آنها بر زانو میزنم که ای مردم مظلوم تاجیک بیایید خاموشی را دیگر انتخاب نکنیم، چون که سبب خاموشی ما بود که در طول 23 سال از بین ملت ما رفت، فرهنگ ما رفت، تاجی که تاجدار بود تاجش از سرش غلطید. امروز بیایید دستی به دست بگیریم تا که وطن از یک اولاد ما نابود کنیم. ما با یگان کس دشمنی نداریم جز استعفا دادن همین رحمانوف که امروز دشمنی به خدا، دشمنی به ملت، دشمنی به تمام بشریت دارد. من با شما خواهش میکنم برادرای عزیز، اگر امروز ما دستی به دست نشویم، اگر امروز ما این ملت آزاد نکنیم، ملت ما از دست میروه، ملت ما وطنش از دست میروه.
این خائن باید ما نابود کنیم، چون که دشمن این ملت، دشمن اسلام، دشمن بشریت خود رحمانوف و اولادی حشراتش ضررتان است. من انشالله از این ملت تاجدار تاجیک، از این ملت که تاجش به زمین غلطیدگی، من باوری دارم که امروز یک بار دیگر قامت خم کنه برای تاج برداشتن در سرش ماندن، چون که این ملت آزاد شود باز کمر میبندن و این ملت آزاد میکنن و این حکومتی عدالتانه را انشالله که ما در تاجیکستان با یاری تمام شهروندان تاجیکستان برپا میکنیم انشالله. زنده باشید. تشکر از شما استاد محمد صابر عبدالقهار. انشالله تاجیکستان تاج آسیا خواهد بود، بوده است و خواهد بود انشالله، گرچه امروز این یک مرحله ای است که انشالله به زودی ملت بزرگوار تاجیک این مجد و عظمت خودشون رو انشالله دوباره به دست خواهند گرفت. تشکر از شما استاد.